لباس سفید دوست می داشتند و ما و شما را به پوشیدن لباس سفید بسیار تاکید کردند و این چنین گفتند که مرده هاتانم با لباس سفید به قبر گرانید، مقصد کفن است. در دیگر حدیث پیغمبر خدا گفت لباس های سبز پوشید زیرا که اهل جنت لباسش لباس سبز است. لباس سیاه هم سنت پیغمبر خدا هست، لیکن از کرته زرد پوشیدن پیغمبر خدا منع کردند. کرته های زرد نپوشید گفتند، زیرا این لباس اهل اسلام نیست بلکه از غیر اهل اسلام است. حتی در یک حدیث هم یک اصحاب لباس زرد داشتند، پیش پیغمبر خدا آمدند. پیغمبر خدا گفتند از تنت بیرون کن. گفتند چیکار کنم؟ رنگ دیگرش کنم؟ نه، گفتند رفته سوزانش. گفتند حضرت عمر میگوید یکی اگر با جوانایی که لباس سرخ پوشیدن اینجا بعضی ها را میبینم انشالله باکی نداره، اینا را طعنه نزنی. من از یک چی حیران میشم، همون جوانایی که دعوا و جنجال میکنن لباس سرخ زرد نپوشه، همه لباسای سفید سیاهی را که همه قدر تنگ و کوتاه هستن که نیمی بدن مرد میتوه نمیدیده باشن، همه شیمای جنسی کبوتی را که لااقل همون خمگشتکا را پر نمیکنن، حتی همون شروع مقعد ظاهر از دیار است نمیدیده باشن. واقعی خدا چشمات را کور کنه که از این ای بچه را نهی کنه. افسوس و صد افسوس امروز مردم به حد احمق شدیان، به حد جاهل شدیان، لباس های دربر میکنن که آخه این به مسلمان زیبنده نیست. این مردم کجا میره؟ بعد میگه که آخه برای چی تری میکای تنگ میپوشی؟ میگه همه میکو هم خیلی از خیلی کنم. آخه جوان مرد خیلی که از کرته پوش شرطه که تا میکای نو پگدی را پوشی ایزو نمیکشی از برای خدا. میکا میپوشه در پیشش اسسر نوشتگی. تا عاشق اسسری اسسر هم ندیدی به حالی زورا دیگه یه روز آرزوش نمیکردی. شما شکرانه خدا و نعمت خدا را کنه که به ایتری زمان سیر پر رسونده است و آرام و آسوده. در دوره اسسر دیگه در مسجد اومده و امر معروف کرده میشی. در دوره اسسر آرام و آسوده خوب میکردی، میکشیدن میبردن در انمی گرمی روز مرده تا بگه تانی میشه و چابق میکردی، میموندن در خدی کوچه بگردی. از برای خدا دولچه گبانا یا بچه مو هم داریم یا بچه دارم، یه روز یک مایکای سیاه در تنش اومده از دولچه گبانا. به ترمر دولچه گبانا میدونی چی معنی داره؟ میگه موده های ای کی گرفتش؟ ایا رفیق من اون چیزا نمیخره با تو. گومشا تیز بر بتش گفتم رود در خاک رفیق تا بگو که دولچه گبانا دو مخنثن، دو گلوبوی مدلیر دولچه گبانا را نکاح کرده گرفته است. هر دو مرد در نکاح در یا نکاح زندگی میکنن. شما تقلیدی به همون دو گلوبوی میکنید. از برای خدا امروز بود موده شده از کرته ها و مایکوهایی که چیز نوشته شدگی باشه در اون. سبحان الله. هم دوره سویتی در اونیورسیتت میخوندیم، بعد یک معلم قصه کرد گفت یک جوان از خارجه بروک جنس خریده است. در زمانهای شوروی شیم جنس دسترس کردن بسیار مشکل بود، در قفاش چیزی نوشتگی. بعد میگیرن وقتی که یک انگلیسی دون ترجمهش میکنه در مسکو نوشتگی بود است در اونجا که یک گی نیکمونی اتجو در پشتی بروک جنس. سبحان الله. مردک به هزار آبرو و عزت همون را پوشیده است که با لباس جنس. شما اقلا میفهمید که در همون لباس تو چی نوشتگی هست؟ از برای خدا رکلام های امریکا کنه، رکلام های اسسر کنه، رکلام های دولت های نمیدونم کفر دولت های به اسلام بیگانه را کنه، بعدی با دعوا میکنه که ما مسلمان هستیم. این چی حالایی ای مردم؟ امروز اکثری کلی مدلیرو همون قسمت مخنثا هستن، همون گلوبویا هستن، به همون خودشون موافق کردیستیان مردم ها. نمیبینی همین خشتکای ایزار تا چند میده شدیستیان و میده شدیستیان اهمیت نمیده. سال گذشته در امریکا بوده، در شهر نیویورک مترو را که گفتم مترو را نشان ممته که هم متروی نیویورک خیلی باشه.
در آمدیم مترو، بعد در هم مترو شما پویزد سوار شدیم. جوانا خاصتا همین زنگی بچه ها با فروش گازیت ژورنال مشغول بودن، میگردن واگن با واگن گازیت ژورنال بفروشن. یک تاش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما. از برای خدا این منبر پیغمبر است، دروغ نمیگم، چند شاهد دارم. شیم پوشیده است، شیمش تسمه داره، اما هم تسمه شیم از مقعد پایان ای باور میکنه این ای جای بندی پودای شیم این همی جدای خفا همه توه ترسی که ای هم ترسی پوشیده است از پایان همه توه. اوی چی لازم است اون تاری شیمه که نپوشیش دمیان نیست باللهی این همی بندی پودای. حاجی میرزا در پهلو ایستاده است. گفتم نامو دیدی؟ گفت این چی درد داشته باشید برای چی ایزارش بالا نمیکنم؟ آقا گفتم خشتکش همون خواهی جا بالاش کدم. ولی چی خوف داره؟ خوف اون است که ان همین مادره اخیر در مردم مسلمانی با تلقین کنن و تاجیکستان برابر. راستی که الحمدلله حالی در تاجیکستان ندیدم، لیکن قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم. عیناً ان همون مادره دیدم. حالی یه روز به شما را میآیم. ای مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه ای. شما هیچ عقل فراست داره؟ آخه اون مردم الان مخنثی را از روی ادب گمان میکنن، مدنیت میدونن، کلتور که شما با هم تقلید میکنی از برای خدا. اگر مادام که شیم کستون خوب نمیوه خشتکش شد، امروز الحمدلله چهورای هستن در همین تاجیکستان که هر نموده که سفارش کنی میدوزن، از دولچه گابانا خوبتر میدوزن. با همون پولی که تو همون لباس حرام میخری تو میتونی برای سفارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزن. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه، مسلمان باید بهترین لباس پوشه، مسلمان تازه و آزاده باشه، مسلمان خوشرو باشه. آخه این خوشرویی زینت اسلامه. خداوند جمیل جمال دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره، اما از برای خدا این چه حال است؟ این همین ماده‌هایی که 4-5 سال اخیر میآید این یگان تاش مردی انسان آشکار نمیکنه. یا الله، پیغمبر ابراهیم میگه که مربوع بود، 4 پهلو بود. ما با جای آن که مشق کنیم و با پیغمبر خود تقلید کنیم، لباسای آزاده و سفید کشاد پوشیم، تقلیدی با دولچه گابانا میکنیم، باید مایک‌های تنگ میپوشن. بعضی خود مرده هست آخه همون بدن قاق تبکی نشون میتی. چی داری تو؟ از برای خدا مسکلاش از پای مرغ در باریکتر همون با در تنش چسبیدگی تو دانوزرا شرم نمیداری شما. نماز میآیند، نماز میاد در صف میسته رکوع میکنن مایکا بالا میره و مایکاش نمیقای، شیمش از همین خمگش پایونتر. حتی همون سرشوی مقعد کو جایی که سر میشه و خط همون خط میتو از برای خدا. آخه نمازی تا از کجا قبول میشه؟ مرد از نف توزانوش عورتای سطرش فرضای و وقتی که شیم شما در این جای یک وجب از نفت و پایونای وقتی که خم میشه این میکت و بالا میشه و از نف پایون تو همه میتوه که تو مقعدونه. از کجا اون نماز شما قبول میشه؟ قسم به خدا کسی را که از 4 یک حصه عورتش دیار میشه در نماز، نمازش باطله، نمازش قبول نیست، تحریمش باطل میشه. آخه شما علی مسجدی از برای خدا. آخه من نمیگم تازه و آزاده نپوشه، پوشه خشرو پوشه، همیشه کستون چیزی آن داره، کرته های تازه و آزاده کشاد خشرو چیزی آن داره و پوشه یک جوان مردی ختونه زیباگی ختونه نشان بده. یا الله، این چی تقلیدی کرکرانه است؟ واقعا در پوشیدن لباس تکبر نیست، افتخار نیست. متاسفانه بعضی مردم ما نمیفهمن، میگن این فخر افتخار میکنه لباسی تازه میپوشن. نه، این فخر افتخار نیست، این اثبات مسلمانی است. این اثبات آن است که خدای تعالی نعمت هم داده است، من شکرگزاری نعمت خدا را میکنم.